اسم من چارلیه. سالها پیش وقتی ترم اولی بودم وارد خوابگاه شدم، ولی نمیدونستم که چه بلایی قرار سرم بیاد. من واسه بیسبال بورسیه گرفته بودم و همه بازیکن‌ها هم توی یه خوابگاه زندگی میکردن. هماتاقی من ترم بالایی بود و خیلی پسر باحالی بود. از اون هیکلیا که هیچ کس جرئت نداشت سر به سرش بذاره و خیلی اون هوای منو داشت. زمستون شده بود و من دیگه جا افتاده بودم و همه چیز خیلی عالی بود. یه بار به یه مهمونی دعوت شدم که یکی از انجمن‌ها برگزار کرده بود. فکر می‌کردم چند نفر بیشتر اونجا نباشن، ولی وقتی وارد شدم دیدم یه پارتی حسابیه. بعضیا بیرون بودن، بعضیا هم داخل اشغال می‌کردن. داخل موزیک پخش بود و یه عده گیم بازی می‌کردن و انگار تو اتاق طبقه بالا هم بازیای رومیزی بود. یکم بعد رفتم بالا ببینم آخه کی تو پارتی تخته و شطرنج بازی میکنه. وقتی نزدیک اتاق شدم فهمیدم ساکت ترین اتاق اون خونه است. به نظر من خیلی عجیب بود. وارد شدم، 4 تا دختر و پسر دور یه میز نشسته بودن. ازشون پرسیدم که دارن چی کار میکنن. اونا گفتن که این تخته احضار ارواحه. به نظرم جالب اومد و بهشون پیوستم، هرچند به این چیزا اصلا اعتقادی نداشتم. دستامون روی تخته حرکت کرد و حروف روی اون گفتن که یه دختر توی این اتاقه، ولی من فکر کردم اونا خودشون حرکتش دادن، واسه همین ول کردم و رفتم. و از اونجا بود که چیزای غیر قابل توضیحی تو خوابگاه واسم اتفاق افتاد. شبا تو راهرو و تو اتاقم صدای خنده میشنیدم. صدا از بیرون نبود، هر شب کابوس میدیدم. به هم اتاقیم گفتم، ولی اون گفتش که به خاطر استرس میان ترمه. این اتفاقات 2 هفته ای ادامه داشت، ولی یه شب همه چیز واسه هر دومون عوض شد. یادم 5 شنبه شب بود. خوابیده بودم که نصف شب شنیدم چارلی، چارلی، چارلی پاشو. پا شدم، هنوز تو حالت خواب و بیدارم بودم، ولی چیزی گفت که خواب از سرم پرید. چارلی، اون دیگه چه کوفتیه اون گوشه. به گوشه اتاق نگاه کردم و قسم میخورم که شبح یه دختر دیدم. انقدر ترسیدم که از بالای تخت پریدم پایین و به هم اتاقیم گفتم که پاشو و فرار کن، ولی اون از ترس فلج شده بود. و بعد اون دختر شروع به حرف زدن کرد. چرا انقدر میترسی؟ من فقط میخوام باهاتون بازی کنم. بهش گفتم من رفتم و اونم دوید دنبال من. دوستم گفت فاک، دیدی حرف زد؟ بعد از اون ماجرا دیگه جرئت نکردیم که برگردیم اتاقمون. با پلیس تماس گرفتیم، ولی اونا اثری از هیچ کس پیدا نکردن. نمیدونم به خاطر تخته احضار ارواحتون مهمونی بود یا چی، ولی هیچ وقت اون ماجرا رو فراموش نمی‌کنم، چون هنوزم شبا صداهای عجیبی میشنوم.